بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. الحمدلله عزیزان من، خدا خواهد انشاءالله من در مسجد انشاءالله تاج محل الحمدلله یعنی کارو ادامه دارد. این خدا خواهد ایوانی همون یعنی تاج محل است. من اینجا 3 دروازه میشه الحمدلله بیاد شکر. من خدا خواهد انشاءالله در سحر مبارک عبدالرشید بگیم انشاءالله خدا خواهد ترکت چی داریم الحمدلله برای تکس کردن صحنه انشاءالله مسجد انشاءالله ادامه دارد. چند امروز خدا خواهد محله امروز خدا خواهد در اینجا شرکت میکنن الحمدلله بیاد شکر کنان مبارک کنیم برادران. کاری مسیر هر روز و الحمدلله یعنی ادامه دارد. از روز انشاءالله خدا خواهد مسجد ما خدا خواهد یعنی رنگ دیگر میگیرد. پلته ها را خدا تیار کرده سودیان یعنی یا دروزان در پلته ها حضور رفتن جوشن بریده آورده سودیان. اینجای خدا خالگی در پلته ها را مونده باید مسجد محکم کردن حرکت میکنیم. هر نه برادر عبدالرشید پدرشون خدا رحمت کنه انشاءالله خدمت الله سبحانه و تعالی بودن انشاءالله. امروز محله سیبزار انشاءالله در خدمت الهی هستم الله سبحانه و تعالی. این شعر بچه های شوری خدا خواهد کچ و قوتش بودیا امروز خدا خواهد برای ساختن طهارت خانه انشاءالله خدا خواهد کمری حیمت بسته انشاءالله خدا خواهد. من شعر بچه های محله خدا خواهد سیبزار امروز خدمت دارم الله سبحانه و تعالی کچ و قوتش دیا این موضوع انشاءالله یعنی طهارت خانه یعنی مسجد میشود الحمدلله. این محله امروز کار دارم خدا. من حتی موی سفیدام الحمدلله امروز در خدمت الهی هستن الله سبحانه و تعالی. چه قوت شد این برادر خدا خدای جنده طهارت خانه مسجد برپا میشه انشاءالله. زمانوی الله سبحانه و تعالی مناسب بینه مونده نشه. مستفید عزیز السلام علیکم. خدا چه قوت دیا خدا خواهد یک چند انشاءالله سخن میکرد در رفتی کار. رحمت دومو رحمت سبیو گفت زنی رحمت دومو من احنیق من مالای سیبزار امروز حشر دوره رحمت همین بچه هنده اومده من اینجا خدمت کرده. من در حق پروردگار در حق بای کرده مچی من این پروردگار حشر کرده سودیم هدایم پروردگار عمری دراشی که رزق فراخ شده بچه کچوشو بینم پروردگار. جمله بنده مومن همه روزای خرسندی که دیده سونه همه وای ما بردوام که پروردگار. مسافران هم حقش نگرد میزده خدا خواهد. من بچه های موشمو همه مسافر یاردم دادن خدا خواهد دست یاری نرخی نام یک خدا خواهد صحبت میکردیم. با خریبی من حل میشه من بولوش شید من 3 روزانه پر جو با جو میشه. رحمت همه فرمانه اومده بچه هایی که در سفرن سفراشون اومده کراش نتیان اومده واشتر کراشون پروردگار داریم و ساک سلامت باشن و در امان خدا باشن. خداوند کسب کارشون برکت داره. شما هم خدا خواهد کچھ قوت الله سبحانه و تعالی خدا خواهد اسرای بسیار بسیار تا زنده هستیم در خانه خدا طاعت عبادت کردن این اجرش انشاءالله خدا خواهد الله مهربان میتیه خدا خواهد. یکی که است درباره سخاوتمندان انشاءالله صحبت میکنیم عزیزان من انشاءالله. حضرت داوود سلیمان علیه السلام ده یک گنجشکر میگه یک پرنده نزدیکی حضرت سلیمان میآید و شکایت میکند که یا پیغمبر سلیمان من در یک خانه انسان لانه نیست خانه درخت دارد در بالای درختش لانه میسازم تخم میگذارم فرزندان به دنیا میارم وقتی که کلام میشود همون انسان فرزنده من میگیرد و مرا آزار میدهد. شما چی میگن در حق همین؟ حضرت سلیمان علیه السلام میگه پیش همون یعنی انسان میراد میگه این کار میکن و میگه شد دیگر این کار تکرار نمیکنم سال دیگر بهار میشود همون انشاءالله خدا خواهد پرنده میآید در نخانه و لانه میکند بعدی لانه کرده شدن بعد عزیزانی من اون مرد عیادش میبرد با فرزنده و میگیرد
حضرت سلیمان تاکیدش کرد که اگر مبادا یعنی این کار با تکرار کنی دیو میگون دیو اومده دو پرد میکنن، یک پرت در مشرق یک پرت در مغرب میپرتاین. بعد این کار باز تکرار کرد، دو دیو میفرسوند، میآیند دیوها عزیزان من میآیند تا اینکه همون با جزای وی یعنی وقتی که میآیند پیشی وی که وی کنه جزا دادن، دو فرشته آسمان میفرد میگد هر دو دیو میگیرد چه دشت مشرق یا چه در مغرب میپرتاید. وقتی که حضرت سلیمان از این آگاه میشود، از الله تعالی اشاره میشود که این یعنی انسان چیکار کرد، یعنی در راه الله سبحانه و تعالی خیر و احسان کرد. عزیزان من ببینید خیر احسان گفتی پیامبر اسلام که الصدقه ترود البلا و تزید العمر، ان شاء الله صدقه یعنی بلا را رد میکند و عمر ان شاء الله زیاده میکند. ببینید که همین انسان خداخواه جزا میدوید شد به سبب خیر و احسان کردنش الله سبحانه و تعالی ان شاء الله چی داد و ان شاء الله خداخواه جزا نداد. عزیزان من ببینید ان شاء الله از این روایت ها معلوم میشود که اگر ما دائم در خیر احسان باشیم، دائم خداخواه در راه خدا چی در مساجد و چی در بیوه ها و در بیچاره و کم بغلا باشیم، البته الله سبحانه و تعالی خدا خواهد در عمر ما شما، در رزق شما ان شاء الله، در خاندان ما شما الله سبحانه و تعالی ان شاء الله برکات عطا میکند و این محله را ما خدا خواهد ان شاء الله کوچ و قوت دعا میکنیم پروردگار کوچ و قوت شدید خدا خواهد ان شاء الله و آهسته آهسته خدا خواهد این مسجد هر روز باشه در یک وجه خدا خواهد ان شاء الله با پیش رفته سادیم. الحمدلله بیاد شکر در همه گوشه کنار ان شاء الله مسجد کار خدا خواهد ادامه دارد. عزیزان من همیشه شاد باشین، همیشه ان شاء الله خرسند باشین و دائم ان شاء الله خدا خواهد در دعا باشین. ان شاء الله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی از همه ما شما راضی شدگی باشد. همه این کسانی که در اینجا خدمت دارند، کسانی که از دور و نزدیک یاردم داده شدند در امراشو، در اسکاشو، در کسب و کاراشو و در خانوادانشو، همیشه فیض و برکات، همیشه آمدی کار، همیشه تینگی آسایشگی را خدا خودش برقرار دارد. همیشه عزیزان من ان شاء الله شاد باشیم، خورم باشیم ان شاء الله. خدا خواهد آنچه خدا خواهد خیرها میکنین، آنچه احسان ها میکنین، آنچه خدمت ها میکنین، الله سبحانه و تعالی از هر یکی ما شما اله راضی شدگی باشد. تا صحبت دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.